بردیم ندانیم نشان چیست. تا تشنه نمانیم نجویم رهی آب، تا گوش نمانیم ندانیم که نان چیست. تا باری نسوزیم ندانیم که خامیم، تا برگ نریزیم ندانیم خزان چیست. ناشکری ما، ناشکری ما، ناشکری ما بر نمک عمر زیاد است. ای تا جان نبراریم ندانیم که جان چیست. امروزی که استاد بیمارستان فرامدن، من با همراه ورزابه بودیم. سحر ساعت 3 خیستم، من از ساعت 6 یاب گفتم. ما خانه اکا شریف جورایف آمدیم با پسرشان اکای دلاور خدا رحمتی شهتوت میخوردیم. ساعت 5:30 من از خانه اکا شریف جورایف به خانه خودم زنگ زدم. خاندانی من بگفتن که پدرتان لایق شیرالی بسیار در وضعیت بیزید در بیمارستان قره‌بالا و ما آمدیم با استاد ساربان علی اکبر عبدالله. همون در آمدگیم 10 روز من از بیمارستان نبر آمدم و 3 بار استاد به خود آمدن، به هوش آمدن و بسیار جوانمردانه در همون وقتم جوانمردانه سخن گفتن. یگان وقت استاد لایق از سخن جوانمردی کم نبودن. جوانمردیشان تا آخر عمرشان بود، حتی از اجل نترسیدن. روحشان شاد باشد. این سحر در مزار شریف بسیار راه‌ها تعمیر شده است، خانه موزه آباد شده است، مردم خرسند.